روز شما بخیر بینندگان ارجمند. امروز جمعه 28 ایون است. شما را به دیدن برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی دعوت میکنیم. این برنامه را همکاران ما در پراگ و تاجیکستان تهیه کردند. توجه کنید به عنوان موضوعهای این نشر. در حالی که بحث منع حجاب پوشی در تاجیکستان هنوز گرم است، محققان مسائل دین در آمریکا به آزادی افراد دعوت کردند که در تاجیکستان برای اعتقاد زندانی شده اند. مادری سرباز میگوید به فرضیه رسمی مرگ فرزندش در ارتش تاجیکستان باور ندارد. چند کلون کامera موندگی های همه جوش کامera داره. چقدر پیش شما میمره شما نمیبینین. شما کجا را نگاه میکنین؟ رقاصی که در داخل یورت قزاقی نیمه اوریان هنرنمایی کرده است، تنقید وکیلان پارلمان قزاقستان را قبول ندارد. ایجادکاران دنیای تماما دیگر دارند. آنجا همه چی به شکل دیگر است. داوطلبان کرسی رئیس جمهوری پرزیدنت دموکرات جو بایدن و رقیب جمهوری خواه او دونالد ترامپ در یک دیبات تلویزیونی چند موضوع از جمله جنگ ادامه یابنده روسیه در اوکراین و دورنمای افغانستان را به بحث کشیدند. ترامپ گفت اگر ایالات متحده آمریکا پرزیدنتی واقعی می داشت، پوتین به اوکراین حمله نمی کرد. بایدن پوتین را یک جنایتکار جنگی نامید و گفت اگر پیش راه روسیه گرفته نشود، پوتین با کیف اکتفا نمی کند. ترامپ با یادآوری از خروج نیروهای بین المللی تحت رهبری آمریکا از افغانستان در اوگوست سال 2021 بایدن را مسئول شرمنده ترین لحظه در تاریخ کشور ما نامید. بایدن گفت ترامپ بعد مغلوبیتش در انتخابات نوامبر سال 2020 همه را بی‌نظم و بی‌ترتیب گذاشت. و در آمریکا گزارش نوی وضع آزادی‌های دینی نشر شد که به فضای آزادی اعتقاد در تاجیکستان هم بها داده بهای منفی داده است. در این گزارش وزارت کارهای خارجه آمده است کارمندان سفارت آمریکا در مکالمه‌های خود با مقامات تاجیکستان است محدودیت‌های دینی از جمله منع نمازگزاری نورسان و زنان در مسجد، منع ریش و حجاب اظهار نگرانی کرده به رهایی افراد دعوت کردند که برای اعتقاد زندانی شده اند. همکارم شهلای گلخواجه حالا با ما در استودیو است و از او خواهش میکنم برای بینندگان ما مهمترین نکات این گزارش را خلاصه کنید. سلام خیرامان، سلام بینندگان عزیز. گزارش روز 26 ایون از جانب کاتب دولتی انتونی بلینکن در واشنگتن معرفی شد و اسم تاجیکستان آنگونه که سال 2016 اعلام گردیده بود این نوبت هم در گروه کشورهای مورد نگرانی خاص باقی مانده است. مؤلفان میگویند این کشور برای دست داشتن یا تحمل کردن نقص شدید آزادی‌های دینی در این گروه باقی میماند. در گزارش آمده است در تاجیکستان مردم از بررسی آزادی موضوعهای دینی خودداری میکنند چون نمیخواهند مورد اذیت و آزار قرار گیرند. باید گفت این بار اول نیست که حکومت تاجیکستان برای محدود کردن آزادی‌های دینی تنقید می شود. ولی پرزیدنت امالی رحمان از سیاست حکومتش در این سمت حمایت میکند. یادتان باشد روز 9 مارس در آستانه ماه رمضان سال جاری و از جمله گفته بود که در سمت آزادی وجدان شرایطی سازگار و مساعد فراهم گردیده است و امروز شهروندان ما فریضه های دینی خود را آزادانه انجام میدهند. ولی محققان آمریکایی میگویند در تاجیکستان حادثه های با اتهام افراطگرایی و تروریسم و عضویت در سازمان های ممنوع زندانی شدن مردم افزوده و سازمان فورم 18 حساب کرده است که تا سال 2023 دست کم 19 نفر برای آزادی وجدان یا اعتقاد در زندان بودند. محققان آمریکایی از فشار به جامعه اسماعیلی ها بعد سرکوب اعتراضهای سال 2022 در ولایت مختار کوهستان بدخشان بستن یا به اختیار دولت دادن مایسه‌های وابسته به بنیاد آقاخان، منع کردن نمازهای گروهی در خانه‌های ساکنان ولایت را چون نمونه‌های فشار بالای این کمشماران مذهبی در تاجیکستان تاکید کردند. شهلا آیا کدام حالتهای جداگانه در گزارش یاد شده است؟ بله خیرامان، مثلا درباره حکم 6 سال زندان امام خطیب کوشانیان عبدالحنان عثمانов برای منع تحصیل دخترش در مکتب، 8 سال زندان رهبر سابق سلفی محمد محرم و ناروشنی های اطراف ثبت نام جمعیت زردشتیان از جانب عبدالقادر طلبکov یادآور شدند.
гузориш бо такя ба форум 18 қазияи Фарзона Сидиқова ва Таҳмина Авлиоқулованро мисол овардааст. ин ду узви шоҳидони Яво аввал боздошт ва баъдан барои намоиши ошкори эътиқоди динии худ аз рӯи моддаи барангехтани адовати динӣ ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида шуданд. ба навиштаи манбаъ додгоҳи Тоҷикистон ба ҳуқуқшиносии украинӣ иҷозаи ҳимоят аз ҳуқуқи ин занон و هم امکان بازبینی حکم را در دادگاه عالی نداد و این 2 نفر $600 جریمه شدند. این نخستین چنین محکمه پرونده مأموری اعضای شاهدان یهوا در تاجیکستان بود، گفته است این سازمان. و مؤلفان گزارش برای بهبود فضای آزادی اعتقاد در کشور مشورت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور آزادی‌های مذهبی نازله خانه را یادآور شدند که گفت مقامات در تاجیکستان باید بیرون از نگرانی خود درباره اکستریمیسم، تروریسم و برانگیختن عداوت نگاه کنند، چون به گفته‌اش دین و اعتقاد به طور فعال به رشد، صلح و همدیگرفهمی مساعدت می‌کنند. و هنوز مقامات در تاجیکستان به این گزارش واکنش نکردند. ولی امضای قانونی تحریر شده تنظیم رسم و مراسم ها که در آن پوشیدن حجاب و گردک منع شده است باعث واکنش ها و انتقاد زیاد شده است و این دفعه نیز موقع جامعه بین المللی به این قانون در قبول آن به این نوبت گرفته نشد. تشکر. شهلا گلخواجه بود با خلاصه های گزارشی نوی آزادی های دینی. پیوندان یک سرباز فوتیده وزارت مدافع از نتیجه های تشخیص سبب مرگ او ناراضی‌اند. صالح جان صالح ساکن محله حیاتی نو دوشنبه ماه می امسال هنگام ادای خدمت فوتید. مقامات سبب مرگ او را بیماری قلب گفتند، اما نزدیکانش میگویند او هیچگاه چنین بیماری نداشت و در جسدش آثار زخم بود. ادامه موضوع در گزارش مولا رجب یوسفی و امیر سایف. ای پشتم بچه مردش آوردن دستم دوباره. گریه تلخ مادر در سوگ پسر ففتیده اش. بچه به ساعت رفته بود، به خویش خودش رفته بود. به گفته نزدیکانش صالح جان صالح ماه اکتبر سال 2023 به خدمت حربی رفت. او را به یک قسم نظامی وزارت دفاع به فرودگاه نظامی عینی فرستادند. والدانش بار آخر او را 5 می دیدند. یک هفته پس جسدش را آوردند. سبب مرگ صالح جان را به پیوندانش نگفتند. کماندیر بهشون اومدن پرسیدم، گفتم برای چی؟ وقتی بچه من صحت بود. گفتم یکون بار کسر شد. نه میگه خلا کتی یکون کس جنگ شد. نه خلا میگه. وقتی بچه من برای چی خیلی شد. نمیدونم خلا. او چی خیلی نمیدونه چه از کلون کامرا موندگی های همه جوش کامرا دوره. چی خیلی پیش شما میمره شما نمیبینین. شما کجا را نگاه میکنین. بعد از یک ماه مرگ سرباز دادستانی حربی دوشنبه به والدین او این سند را سپارید. در سند آمده است تشخیص نشان داد که سبب مرگ صالح جان صالح بیماری قلب است. بنابراین دادستانی از تحقیق جنایی مرگ او دست کشیده است. ما برای گرفتن شرح بیشتر به دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع مراجعت کردیم اما پاسخ نگرفتیم. نزدیکان سرباز میگویند در بدن صالح جان صالح ایزهای سیاه بود. گفتم روش هوی که نبینم نماندن منو هوی کردن. ما شوشتگیم برای گرونش گفتن. من گفتم من تا نبینم نمیبرم. من چایم یکون رو سبود گور نکنم در جای بچه ما باید بچه ما ببینم که شده این بچه ما. با سبب محدودیت های یوتیوب ما این نوار را پخش کردن نمی توانیم، اما در نوار در پشت سر سرباز ایزی خون دیده می شود. پیوندان سرباز ففتیده از مقامات می خواهند گناهکاران مرگ پسرشان را پیدا کنند. من همه امید دارم، خواهش دارم ای پرزیدنتمون، ای پسری و یا رستم امامعلی که عرضی موی پرسنو کشتاری نویری من یافتتیان. من آدم 80 ساله در غمی و سوخته مرده سوده من.
مرگ و میر در قسم‌های حربی تاجیکستان حادثه نو نیست. با گزارش وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان، سال 2023 مرگ 40 سرباز در ارتش ثبت شده است. از این شماره 8 مورد خودکشی بوده، 6 نفر از بیماری ففتیدند. بدرفتاری یا لطوکوب سربازان نو از سوی کهنه سربازان هم یک سبب مرگ یا معیوب شدن سربازان گفته می شود. مولا رجب یوسفی امیر ایسایف، آزادی دوشنبه. رقص مرد با پای افضال پاشنه بلند در داخل خیمه ملی یا یورتا در قزاقستان جنجال برانگیز شد. نوار این رقص منصبداران و مقامات رسمی را به خشم آورده، وکیلان پارلمان آن را تحقیر ملت خواندند. آنها خواستار مجازات رقاصان شدند. همکارم مومن احمدی گزارش می‌دهد. حرکت‌های موزون در پسمنظر قالین‌ها با نقش قزاقی. رقاصان در تن شارتی یا شیمی پوچه کوتاه و کمزول در یورتا یا خیمه می رقصند. این نوار در قزاقستان بحث برانگیز شد. برخی هنرمندان را دستگیری و گروه دیگر این عمل آنها را محکوم نموده گفتند خانه بادیه‌نشین‌ها جای بدن جنبانی نیست. وزیر فرهنگ عایده بلیوه هم با این بحث و جنجال همراه شد و گفت چون این نوارها می تواند سبب تفریقه اندازی و ناآرامی در جامعه شود. وی این رقص را اغواانگیزی و مخالف به فرهنگ مردم قزاق نامید. عباره ارزش‌های ملی از سوی منصبداران در قزاقستان حالا سر استفاده شده است. این اصطلاح در قانون نو درباره واسطه‌های اخبار عامه نیز آورده شده است. اما در طرح قانون دقیق گفتن نشده است که این ارزش‌ها از چی عبارتند. هر مفهوم ناروشن و نافهمه در قانون میتواند از سوی مقامات دولتی به شکل دیگر تفسیر و سوء استفاده شود و طبیعی است که آن به محدودسازی آزادی بیان و نقض حقوق آدمان میرساند. نوار رقص در یورتا در قزاقستان تا رفت جنجال برانگیز شده تا به پارلمان راه یافت. وکیلان قزاق از مقامات قدرتی خواستند در این رابطه چاره‌اندیشی کنند. توهین به شأن ملت، دومره، یورتا، لباس ملی و غذا باید همچون تحقیر، تمسخر، جنایت ارزیابی شود که با هدف بدنام کردن ملت انجام شده است. برای این باید جزا پیش بینی شود. ما از دادستان کل و کمیته امنیت خواهش میکنیم که به این نوار بهای حقوقی داده چاره‌های مشخص اندیشند. یکی از آنهایی که با پای افضال پاشنه بلند در یورتا می رقصید خورئوگرافی قزاق علیشیر سلطانبک کلی بود. وی در شبکه اجتماعی این موضوع را شرح داد و گفت اشتباهی نکرده است. من فکر نمی کنم که این نوار تحقیر به سنت های ما باشد. ایجادکاری همین است. با فکر من درک آدمان ایجادکار برای مردم عادی مشکل است. ایجادکاران دنیای تماما دیگر دارند. آنجا همه چی به شکل دیگر است. حامی حقوق دیانا اوکریمووا با انتقاد از معرکه مبارزه برای به اصطلاح ارزش‌های عنعنوی میگوید مقامداران قزاق برای حل مشکلات مهمتر جامعه چنین تلاش نمی‌کنند. ما می‌بینیم که سالهای زیاد جامعه ما خشونت نسبت به زنان و کودکان را تحمل می‌کند. ما به فساد عادت کردیم. با کدام سبب این را ما چون نقض ارزش‌های عمومی انسانی قبول نمی‌کنیم. ولی در عین زمان موضوع‌های مثل ارزش‌های عنعنوی حالا خیلی مهم شدند. و یک خبر دیگر 8 مهاجر تاجیکستانی که گویا با گمان داشتن پیوند با گروه دهشت افکن دولت اسلامی در امریکا بازداشت شده بودند از این کشور رانده می شوند. شبکه تلویزیونی CBS نیوز با تکیه به چند منبعش در دفتر فدرالی تحقیقات امریکا گفته است که هیچ دلیل وجود ندارد که بازداشت شده ها در فکر طرح انجام حمله تروریستی در ایالات متحده آمریکا بودند، ولی برخی از آنها با افراد شبهناک و احتمالاً پیروان داعش تماس داشتند. این 8 زاده تاجیکستان ماه ایون در لس آنجلس، نیویورک و فیلادلفیا بازداشت شدند. مقامات آمریکا آمادگی و نظارت در مرزها را پس از بازداشت 8 زاده تاجیکستان سخت‌تر کرده اند.
برنامه در همینجا به اتمام میرسد. بینندگان ارجمند سپاس که با ما بودید. ولی خبر و ویدیوهای بیشتر را میتوانید در وبسایت ما azadi.org دسترس کنید. اینچنین در همین کانال آزادی ویدیو، صحیفه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام خبر و گزارش های زیاد دسترس می باشند. و شما استراحت های خوب، خدا نگهدار.